ایران بار دیگر منافع امریکا در عربستان، قطر، بحرین، کویت، امارات متحده و عراق را موشکباران و به اسرائیل حمله کرد. رئیس جمهور ایران به ترامپ گفته خواب تسلیم بی قید و شرط را به گور میبرید و شورای موقت رهبری به ارتش جمهوری اسلامی دستور داده که به کشورهای همسایه حمله نکنند. لاریجانی با نشر جریان سرنگونی یک پهپاد توسط ایران گفته کسانی که باد میکارند طوفان درو میکنند. CNN به نقل از یک مقام امریکایی گزارش داده که احتمال فراخوان نیروهای بیشتر از گارد ملی و نیروهای ذخیره ایالات متحده وجود دارد و با افزایش فشار جنگ امریکا و اسرائیل به ارزش 152 میلیون دلار تسلیحات نظامی میفروشد. با این همه ایالات متحده و اسرائیل به شهرهای گوناگون ایران بمب ریختند و معاون وزیر خارجه ایران در هشداری به کشورهای اروپایی گفته هر کشوری به امریکا و اسرائیل بپیوندد به هدف مشروع برای پاسخ جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. سلام، به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم ها را بحث میگیرم با دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل که از لندن با ما پیوستند. آقای فاطمی، بسیار ممنون که فرصت دادین. در روزی که کشورهای منطقه از جمله عربستان، کویت، قطر، بحرین و امارات مورد حمله سپاه پاسداران قرار گرفت، مسعود پزشکیان از اعضای شورای رهبری آمد و صحبت کرد و گفت که در واقع دستور داده شده به ارتش تا به کشور منطقه حمله صورت نگیره. به چه معنا واقعا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به شما آقای شکوهمند و بیننده های سرویس خبری شما. علیکم سلام. در مورد ازی که هدایت داده شده که شما بالای کشورهای همسایه حمله نکنین، او امی جمله زومعنین است. زومعنین به این معنی است که اون اهدافی را که اینا در اونجا میزنن، اهداف نظامی، پایگاه ها، رادارها، میدانهای هوایی و اونا استثنایی هستند. بله. گپ از این زده میشه که با کشورهای دوست با مردمش حمله نشه، با منابع از اونا حمله نشه، با منافع از اونا حمله نشه. و این گپ رفرنس میته با کدام گپ؟ چرا که بالای عربستان سعودی در ریاض بالای سفارت امریکا حمله شد، یکی. دوم بالای کمپانی بزرگ ریفاینری یعنی تصفیه پترول عربستان سعودی آرماکو حمله شد، این دو. در ترکیه بالای مرکز ناتو حمله شد، بالای پایگاه امریکا حمله شد، این دو. در قبرس بالای مرکز نظامی انگلیس حمله شد، این سه. و همچنان به آذربایجان در بالای میدان هوایی حمله شد، این چهار. و این چهار واقعیت طوری بود که حتی در مورد بعض واقعیت من در برنامه شما هم گفتم که اگر فرضاً کشورهایی که بر علیه ایران نمیاین، چرا ایران اونا را قصداً بر علیه خود تور میته و اونا را به حساب بر جنگ دعوت میکنه؟ که از اون جمله من پایگاه نظامی انگلستان اشاره داده بودم که اونا در جنگ نیستن. اگر اینا حمله کنن اونا مجبور میشن. در مورد ازی که عربستان سعودی گفته بود که آرماکو خورده و پترول بند کردن، چرا بزرگترین ریفاینری پترول دنیا است و در حدود میلیون ها برل روزمره از اونجا بیرون میشه و به دنیا میره و او را بند کردن. گپ حقیقت در اینجا ای برآمده که ای حملات ایران انجام نداده. نه حمله آرماکو را ایران انجام داده، نه حمله سفارت امریکا انجام داده. خلاصه در مورد امی خود فرضاً موضوع قبرس اگه بگیریم، خود صدر اعظم انگلستان آمد و گفت که بالای مرکز نظامی ما در قبرس حمله که صورت گرفته به ذریعه پهپادها بوده، او پهپادها ایرانی نیست. بله. اینال اینجا یک بازی بزرگ معلوم میشه و پلان دوی امریکا و اسرائیل معلوم میشه که اگه اینا موفق به شکست ایران نمیشن، یک بازی مغلق دیگره که برای جنگ انداختن بین کشورها باشه، ایرا باید دامن بزنن. بله. بنان خودشان راکت میزنن عربستان سعودی را تا عربستان سعودی مشتعل شود و داخل جنگ شود. خودشان از حمله کردن بالای ترکیه، خودشان ایرا فالس فلگ میگه، یعنی چیز است به یک رقم فریبانه کار میکنن که دشمن. حالا آذربایجان حمله کردن، آذربایجان گفت که من عکس العمل جدی نشان میتم. خوب است که وزارتشان فعال است، دفعتا زنگ زده و گفته که برادری ایرا مسئله تو نزدیم و نه به تو مرمی فایر کردیم. ما اگه بزنم ما پایگاه امریکایی که جای باشه او را میزنم، با بالای کشورها نمیزنم.
به همین رقم برای ترکیه هم زنگ زدن، به اونا اطمینان دادن، به عربستان سعودی اطمینان دادن و یک فتنه بزرگی را که امریکا و اسرائیل در منطقه میخواستن در بتن او را. و در مورد قبرس خود صدر اعظم انگلستان آمد و او اقرار کرد که از اینجا است که اینال پلان های امریکا و اسرائیل افشا شده میره. بله. و ایران شما دیدین که خود محمد بن سلمان که ما قبلا این را فکر میکردیم که چیز آمد، دونالد ترامپ گفت که شاه محمد بن سلمان بر ما زنگ میزد که تو حمله کو. او گپ دروغ بوده. دروغ به این بوده که دونالد ترامپ بس خاطری گپ زد که ایران مشتعل کنه و عربستان سعودی را اینا بزنه. وقتی که ایران عربستان سعودی را نزد، خود از اینا عربستان سعودی آرماکو را و سفارت زد تا عربستان سعودی را مشتعل بسازه در مقابل ایران، چون ایران مشتعل نشد. و هدف از اینا این است که این کشورها اگر در بین خود بفتن، کشورهای عربی در جان ایران، در اینجا مشکل برای اسرائیل و امریکا آسانتر میشه، سهولت برشان پیدا میشه و اینا را میگذارن که در بین خود بزنن و خودش در کنار نشسته باشه. وقتی که عربستان اسلحه خود خلاص کنه، خوب مانده و زلس شوه، تکه تکه شوه، ایران هم راکتاش در بین خودشان خلاص شوه، باز با آسانی اینا میتونن هم ایران به حساب زیر زانو کنن و هم کشورهای عربی دیگر و ارمان بزرگ اسرائیل در منطقه پوره شود. این از بازی بزرگ و این است که ما برتون گفتم که فرزن این گپی را که پزشکیان زده به این معنا نیست که اینا بالای کشورهای همسایه حمله کردن. اینا خو اینا به اونا وقت اطلاع داده بودن که ما حمله بالای شما نمیکنیم. سوال دیگر اینجا مطرح میشه، با وجود این دستوری که از طرف اعضای رهبری که در حال حاضر هستند، جانشین خامنه‌ای بیرون داده شده و به ارتش دستور داده شده، فکر میکنین این حمله به سفارتخانه ها یا به منافع آمریکا در منطقه، به قنسولگری های آمریکا در منطقه همچنان ادامه داشته باشه؟ خب او رو تا بالا ایران نکرده. ایران اونطور گفته بود که هرگاه بالای سفارت ما در لبنان حمله شود، بله. اسرائیل کنه و آمریکا، ما سفارت های از اینا محفوظ نمیمونه. حالا بحث پایگاه ها است آقای فاطمی، بحث پایگاه ها است. پایگاه های آمریکا در منطقه همچنان پس از این دستور مورد حمله جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره یا خیر؟ بله بالکل قرار میگیره. اونا استثناء هستند. اینا وقت با این حساب صحبت کردن. بسیار تشکر. پس با این حساب که پایگاه های امریکا در منطقه از سوی جمهوری اسلامی ایران همچنان مورد حمله قرار میگیره، فکر میکنین این کشورهای منطقه، حالا عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین، امارات، اینا همچنان بر موضع انتقام جویانهشان علیه ایران ادامه خواهد دادن و پایشان در درگیری با ایران دخیل میشه یا خیر؟ با این وجود که قابل درک است که جمهوری اسلامی میگوید به خاک کشورها تعرض نمیکنه، اما پایگاه های امریکا را در این کشورها میزنه. در این صورت موضع کشورهای منطقه چی میتونه باشه؟ بسیار سوال زیبا کردین. مرا وقت بتین میره همچنان تفصیلی جواب میدم. بفرمایید. وقتی که اسرائیل و اینا تصمیم گرفتن که حمله میکنن، کشورهای منطقه کوشش کردن تا جلوی حمله امریکا و اسرائیل بگیرن. محمد بن سلمان دیپلمات‌ها را فرستاد به امریکا، گفت که لابیگری کنن در کنگره، در سنا، در خود کابینه تا جلوی حمله بالای ایران گرفته شود و حمله صورت نگیره. چرا که حمله صورت بگیره، ایران بالای کشورهای ما حمله میکنه، اینجا ما شما قیمت زیر پرداخت میکنیم، قیمت زیر اسرائیل و امریکا پرداخت نمیکنه و ضررش بر جهان اسلام میرسه. بله. بنا خود محمد سلمان اینا میگن که وقتی که اونجا اینا هیئتشان رفت صحبت میکرد، هر جایی که میرفت حکومت و وزرا و اینا را قناعت و بازخوانی میدانستند داده، اما به مجرد که میبرامدن لابی اسرائیل به طوری کار میکرد که دوباره افکار از اونا را تغییر میداد. برشان معلوم شد که حکومت امریکا خواهان جنگ نیست، اما لابی اسرائیل در طوری کار میکنه که اینا را مجبور کردن که باید بالای ایران حتما صورت بگیره. وقتی که اینا میگن ما اونجا مطمئن شدیم که لابیگری ما کار نمیکنه، تصمیم نهایی است و در اینجا ضربه شما میبینیم و در اونجا ایران شنیده بودن که ما اگه حمله میکنیم جنگ هم میگذاریم که وقتی که ایران بالای کشورهای عربی حمله کنه، میگذاریم کشورهای عربی جواب ایران بده و اینا در بین خود در بگیرن. بله. از اونجا محمد بن سلمان تصمیم گرفت وقتی که میای کشورهای منطقه را، امارات متحده عربی را، عمان، بحرین، اینا را صحبت میکنه و به اونا میگن که اگر ایران تحت حمله قرار گرفت و اونا بالای مراکز امریکایی حمله کردن، ما شما عکس العمل نشان نمیتیم.
بنانی تصمیم اونا گرفتن، عقلانی گرفتن، با منطق گرفتن، و بنان اونا حمله نمیکنن. اونا فهمیدن که در این یک بازی بزرگ بر علیه ماست، اگر ما حمله کنیم ما خراب میشیم. اونا حمله نمیکنن. اونا تصمیم گرفتن که به ایران گفتن که تو مراکزی از اینا را میزنی بالکل بزن، ما عکس العمل نشان نمیدیم. اما احتیاط کنین که مردم ما ضربه نخوره. از همین خاطر ایران صفایی داد که ما آرماکو را نزدیم، ما سفارت را نزدیم، ما او جای را نمیزنم. ما جای را که زدیم نظامی است و اهداف نظامی ما عالم برجاست و او را میزنم و به این کشورهای عربی و اینا مطمئن هستن که ایرانی کارا میکنن. میایم به این گپ که شما میگن کشورهای عربی چی خواد کردن. کشورهای عربی وقت تصمیم گرفتن امو 4 تریلیون دلار که امارات متحده عربی و قطر و سعودی در سفر دونالد ترامپ قرارداد بسته بودن، او قراردادها فسخ میشه. کویت هم یک قرارداد داشته بود، کویت هم قرارداد فسخ میکنه. 4 تریلیون دلار او یک ضربه بزرگ اقتصادی را امریکا او را روبروی است. و دیگه تصمیم اینا ای گرفتن که سعودی، قطر، دبی و کویت اینی کشورها از وقتی که جنگ چیز میشه و اسرائیل و امریکا هم در اینجا تضعیف میشن و یا کشتی های امریکا در اینجا از بین برده میشه، در اون صورت اینا دیگه امریکا را در منطقه خود نمیمانند و اینا روی خود برمیگردانند به طرف چین و قراردادهای استراتژیک با چین امضا میکنن. فرضاً طیاره F-35 که از امریکا میخواست، اسرائیل بهانه‌گیری میکرد که به ایرا برشنتی. امریکا گفت برش میتون، مگم او سامانالات را که F-35 به تو دادیم او را بر سعودی نمیتیم. یعنی یک طیاره میتیم او را اینا میتونن که طیاره G-35 چینایی را بگیرن که بهترتر از F-35 هم است و خوبتر هم است و دو چین برش کدام دغلبازی هم نمیکنه، مال اصلی را برش میتن. بنان در اینجا در پالیسی ها و بازی های منطقوی شفت موجود است و به اساس ازی مثل که من در طول 6 ماه بر شما هر روز شما از من سوال میکردین که جنگ بین امریکا و ایران میشه، من یک جمله میگفتم که بله میشه. آرم در این مورد شما سوالتان مختص است و جواب من باید مختص باشه. شما میتونید با خود حفظ کنید. شما گفتین که کشورهای عربی عکس العمل نشان میده، من گفتم نخیر. کشورهای عربی فهمیده هستند به این موضوع رسیدن، از این خاطر اونا میفهمند که یک پلان و دام است، بنان اونا حمله نمیکنن. بسیار تشکر. به عنوان سوال آخر جمع‌بندی بحث امشب ما کوتاه لطفاً بفرمایید در مورد این که گزارش‌های وجود داره که ایالات متحده دنبال استفاده از اون سربازان ذخیره‌ای خودش هست و از گارد ملیش استفاده میکنه، ممکن است در جنگ بیاریشان. این بحث دیگر که گفته شد ناو ابراهیم لینکن به جای دورتر لنگر انداخته و دوباره سنتکام رد کرد و گفت در آبهای عرب هست. بحث و وضعیت را چگونه بررسی میکنین؟ با توجه به این شرایط فکر میکنین برندگی جنگ ایران بیشتر است یا آمریکا؟ خب 3 موضوع است. اولی که او میگن ما قوا را میاریم، قوا را تیار آوردی برادر، قوا چی کرد؟ 10,000 دیگر هم بیاری کدام تغییری در جنگ نمیاره. یکی. دوم کشتی ابراهیم لینکن که است، کشتی ابراهیم لینکن زخمی شدگی است، از این خاطر او را لنگر انداختن در بحر هند است، یعنی بحر عمان کمی بالاتر بحر هند است. در امو ساحه لنگر انداختن، مدا از انداخت ایران کمی دورش کردن. بنان او در مورد استفاده فعلی قرار نداره. موضوع سوم برنده جنگ کی است؟ تا به می دقیقه تمام تحلیلگرای غربی و تمام تحلیلگرای سیاسی در دنیا که هر چقدر شما بشنوین کلگیشان به یک نظر است که جنگ اخلاقی را، جنگ روانی را و جنگ فیزیکی را فعلا اسرائیل و امریکا دارن باختن، با وجود از اینکه ادعا دارن که ضربات سنگین را دارن وارد میکنن، اما با وجود از این از لحاظ روانی اونا جنگ باختن و ایران دست بالا داره و فعلا ایران برنده از این جنگ است و مورالشان قوی است و اسلحه کافی در ذخایر خود هم دارند. دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل، ممنون حضورتان در برنامه خبری تحلیلی امشب ما از لندن. و بیننده های عزیز، همکارم ندیم بهرام در همین مورد گزارشی آماده کرده که با هم میبینیم.
در حالی که حمله های ایالات متحده و اسرائیل بر جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد، ارتش اسرائیل گزارش داده که چند شهر ایران مورد حملات شدید این ارتش قرار گرفته است. تل آویو خبر داده که با 50 جنگنده به پناهگاه زیرزمینی در تهران حمله کرده و آن را نابود کرده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که هیچ توافقی با ایران صورت نخواهد گرفت. وی تاکید کرده که برای پایان جنگ در ایران باید جمهوری اسلامی تسلیم شود. وی در صفحه تروث سوشیال نوشت: هیچ توافقی با ایران وجود نخواهد داشت مگر آنکه ایران بدون قید و شرط تسلیم شود. از سوی دیگر سپاه پاسداران از شلیک گسترده موشک‌های عماد، قدر و خیبر به خاک اسرائیل خبر داد. همزمان حزب الله لبنان گزارش داده که در یک عملیات غافلگیر کننده و دقیق موضع‌های نیروهای اسرائیل را موشک باران کرده است. با این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید این کشور دستور توقف حمله به سوی کشورهای همسایه را صادر کرده است. وی تاکید کرد که در صورت حمله از خاک کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی حمله هایش را دوباره شدت میبخشد. پزشکیان در واکنش به گفته های اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده که خواب تسلیم شدن به قید و شرط جمهوری اسلامی را به گور خواهد برد. همه باید دست به دست هم بدیم و از آب و خاک و سرزمین خودمون با قدرت دفاع کنیم و تا پای جان ایستاده تا ایرانمون رو سربلند از این بحرانی که هست بیرون بکشیم و اینکه ما بدون قید شرط بخوایم تسلیم بشیم، یه چنین خوابی رو اینا باید با خودشون به گور ببرن. در همین حال CNN گزارش داده که رادار چشم صحرایی که ارزش آن به 1 میلیارد دلار میرسد توسط موشک‌های ایران در قطر هدف قرار گرفته است. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران از حمله‌های گسترده به پایگاه‌های ارتش آمریکا در کشورهای منطقه در روزهای پسین خبر داده است. در این عملیات آمریکایی‌ها و تجهیزاتشان در پایگاه الزفره با تسلیحات دقیق هدف قرار گرفتند. علاوه بر انهدام رادار پیشرفته این پایگاه، سوله‌های تعمیرات و نگهداری پهپاد MQ-9 و هواپیمای یودو و سامانه پاتریوت آمریکایی‌ها نیز منهدم شد. با این حال وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که واشنگتن برای فروش اضطراری تجهیزات نظامی برای اسرائیل به ارزش 151.8 میلیون دلار موافقت کرده است. از سوی دیگر وزیر جنگ ایالات متحده میگوید که واشنگتن بهترین سامانه اطلاعاتی را در اختیار دارد. وی افزود که تمام عملکردهای منطقه از جمله تحرکات جمهوری اسلامی در دید ایالات متحده می باشد. ما همه چیز را زیر نظر داریم. فرماندهان ما از همه چیز آگاه هستند. ما بهترین سامانه اطلاعاتی جهان را داریم. ما می دانیم چه کسی با چه کسی صحبت می کند. فرمانده ما در سندکام از آنچه در حال وقوع است آگاه است. با این همه وزیر خارجه عربستان سعودی به ایران هشدار داده تا دست از حمله های موشکی بر این کشور بردارد. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموع خبرهای ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.